حادثه را به شما مکتوب کنم. من یکی از بنده ناکس و ناچیزی هستم، لیکن الحمدلله که 5 وقت نمازم را در وقتش میخوانم. من حرکت میکنم که گناهی نکنم، اما مادرم زنی نمازخوان است. روز به زن من گفت که سطر را از سرت بگیر. من گفتم که نه مادر، این امر خداست. او گفت که همین ریشی تو و سطر زنت دل مرا تنگ میکند. من گفتم این را خدا در قرآن امر کرده است، لکن مادرم قرآن را تحقیر کرد و شما بر این دانشمندها را کمی سخنهای قبیح زد. من دیگر طاقت نکرده او را حقارت کردم و از خانه برآمدم. پس آن پشیمان شدم و در فکر افتادم که این کار کرده من نمازهایم را بیکار نمی کند. عبادتهای من مگر باطل شدند؟ تشکر. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه دکتر بختیار مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. من دیگر طاقت نکرده او را حقارت کردم و از خانه برآمدم. پس آن پشیمان شدم و در فکر افتادم که این کار کرده من نمازهایم را بیکار نمی کند. عبادتهای من مگر باطل شدند؟ تشکر. اگر غمگین شوید عذری بسیار میخواهم. خدا یارتان باد. و در آخر دعا کنید و جمع یاران خدا که اولا مادرم را ایمان کامل خدا عطا کند و فرزند خوشصورت و خوشسیرت و نمازخوان خدا نصیب من بگرداند. این برادرم گویم در اصل حادثه ای بوده است که گویم نه قلم دواندن در دلم می لرزد و هم این حادثه را بیان کردن در زبانم پیش نمی رود که مادر نمازخوان، لیکن از ریش داشته من و از سطر زن من خیلی ناراحت وقتی میگم امر خداست، قرآن تحقیر میکند. میگم فلان داملا گفت، داملا را دشنام میدهد. داملا عزیز چیکار کنم؟ من مادرم را حقارت دادم. برادر عزیز و گرامی، این مادر حقارت دادن شرط نیست. حقارت دادن او هیچ معنی و هیچ بهبودی نمیارد، زیرا که خداوند این مادر را گمراه کرده است. خداوند این مادر را هدایت نکرده است. خداوند در دل این مادر ذوق و شوق اسلام جای نکرده است. از این خاطر این ارزنده نیست که ما این گونه مادر یا این گونه پدر را تحقیر و دشنام دهیم. دشنام نمیدهیم. به خاطر مادر بودنش، به خاطر پدر بودنش احترامش میکنیم. حتی پدر و مادری که مشرک باشند ما باید وظیفه‌دار هستیم که برده چیکار میکنند؟ در آتش دوزخ باز میتسبانند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حبیب خدا گفت این تو در حشرگاه 50,000 سال دوام میکند. 50,000 سال در حشرگاه این معامله را برای پول داره که در دنیا زکات دادن با این تخت سنگ ها سوزانده میشوی. این آیت قرآن از سوره معارج آیت 3 تماشا کنین، پاره 29 از قرآن است. خداوند در همین سوره معارج میگوید قیامت حساب حسد شما 50,000 سال دوام میکنه در قیامت. تا کدام زمان؟ حتی یقضى بین العباد
فیور سبیله اما الى الجنه اما الى النار، تا زمانی که آدم یا دوزخی می شود یا حکم بهشتی را می گیرد. تا همون زمان مالدار و دولتداری که از مال زکات ندادن با این تخت سنگا چیکار میکنن؟ عذابشان داده می شود. پیشانی و پهلو و تمام اعضای تو در این سنگهای آتشین می گذارند. یک شخص از جاش خیز میگوید قیل یا رسول الله فالبقر والغنم، من گو گاودار و گوسفنددار و بزدار هستم، از اینا هم زکات میدهم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعد منها حقها. حبیب خدا گو کسی اگر در دنیا گاو دارد، گوسفند دارد، بز دارد، اگر از اینها هم که زکات جدا نکند، ان كان في يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. حبیب خدا گفتند این آدم مالداری که در دنیا گاوی زیاد دارد، خداوند مال ما را زیاد بگرداند. رسول اکرم گفتند ثعلبه گفتند همین حال داری بسیار حال خوب است، در همین قناعت کن گو بسیار خوب است، زیرا حبیب خدا به نور معجزات میدانست که ثعلبه مالدار شود چگونه می شود. وقتی که ثعلبه روز دوم آمد از حبیب خدا باز دعا طلب کرد. حبیب خدا گو حالت خوب است، قناعت کن، فقر بسیار یک نعمت کلان است، مال زیاد طلب نکن، شاید مال زیاد تو را گمراه گرداند. ای حبیب خدا از تو درخواست دارم که مال زیاد برای من نصیب کند. حبیب خدا دعاش تیری در نشان دست برداشت، دعا کرد خدایا همین ثعلبه را صاحب دولت بگردان. میگد فردا مالی جزیه آمد، یک گوسفند میگد حامله‌دار به حبیب خدا آورده دادند. حبیب خدا این گوسفند حامله‌دار را به ثعلبه داد، گفت خدا در همین گوسفند تو برکات نصیب کند. وقتی این گوسفند میگه در خاندان ثعلبه رسید، روز گویم که ماه به ماه و سال به سال صف گوسفند زیاد میشد. دیگر چراگاه های مدینه میگوید گوسفند ثعلبه را نبرد، بیرون شد، از مدینه بیرون رفت. وقتی از مدینه بیرون که شد، نمازهای 5 وقته را ترک کرد حضرت ثعلبه، با آواره گاو و گوسفند شد. وقتی که کوه و بیابان ها که حتی میگه تنگی میکرد برای مال ثعلبه، نماز جمعه هم ترک شد. چگونه که امروز بعضی برادرای ما صاحب دولت و دکان و صاحب بعض گویم جاه و دیگر شدن، از عبادت های پروردگار روی گردانیدن. امروز فکر میکنن همون دولت که دارن همین برای اونها کفایت میکند و همه بزرگی گویم برای اونها همین مال است. ثعلبه هم از نماز جمعه و 5 وقته ماند. این حالت حبیب خدا در آیت زکات آمد. حبیب خدا نفر روان کرد، رو به ثعلبه گویین که از حق گوسفندها مال جدا کند. وقتی رفتن نماینده های حبیب خدا، ثعلبه گفت این مال من مال میراثی است. گفتند این مال میراث مال است. گفتند از مال میراثی زکات وجود ندارد. گفتند به نماینده های حبیب خدا این جواب گردان. آمد به حبیب خدا گفت، حبیب خدا گفت وای به حال ثعلبه، وای به حال ثعلبه. گفت وقتی که آیت های وعید نسبت ثعلبه که نازل شد، مردم مدینه دوام به پیش ثعلبه رفتن، ای ثعلبه نسبت تو آیت های وعید آمده است. وقتی میگوید حبیب خدا که حیات بودن ثعلبه مالی از گوسفنداش که جدا کرد آورد، حبیب خدا دیگر قبول نکردند، قبول نساختند. وقتی ابوبکر صدیق هم که دوره خلافتش بود ثعلبه آورد مالا، گفت نه حبیب خدا که قبول نکرده است من قبول نمی سازم. گفت حضرت عمر رضی الله عنه خلافت در برآمد، ثعلبه باز گوسفندا را پیش کرد آورد. گفت مادامی که حبیب خدا همراه گویم که بهترین موجودات و مخلوقات بعد حبیب خدا ابوبکر است و ای که قبول نکرد من هم قبول ندارم. گفت دوره حضرت عثمان شد. وقتی دوره حضرت عثمان دم که آورد، گفت این دو ستاره درخشان و آن آفتاب تابان مال تو را که قبول نکرد من هم قبول نمی کنم. در دوره حضرت عثمان
حضرت ثعلبه جان به حق تسلیم کردن لیکن از مال زکات ندادند. تصور کن آدمی که زکات نداد حالی او چی بود؟ من در اول صحبت برای شما گفته گذاشتم. شخصی گفت حبیب خدا اگر گاو داشته باشی و گوسفند از این اگر جدا نکنی چی؟ رسول اکرم چی گفت؟ این انسان گفتن ملائکه های عذاب با پشت میخوابانند، با پشت میخوابانند. اون مقدار گاو و گوسفند که داشت همه اونها را آماده میکنن با بالای صاحب و شکار میکنن، حرکت میکنن. چگونه شما اگر در تلویزیون نگاه کنین وقتی یک آدم با یک گاوهای کلان سر به سر می شود چقدر حال او وزنین است، چقدر مردم وحشت دارد. تصور کن همون قدر گاو و گوسفندی که در دنیا داشت از اونا که حق جدا نکرد همه اونها و پایمال میکنند در روی زمین محشر، گویم در روز قیامت. لیس فیها اقصاء ولا جلحاء ولا عصباء. حبیبی خدا گفت شاخدار باشد، به شاخ باشد، شاخ شکسته هم که باشد، تتعوه بازلافها تنتنوح بین. حبیب خدا میگوید که بقرونها و تتعوه بازلافها، شاخدارش به شاخش میزند، به شاخش به سم پاش روی او را پایمال میکنند. در کجا؟ در روز قیامت که مدتش 50,000 سال است. این برای همون انسانی است که در دنیا اگر حقی نه از مال و نه حق از زمین عشر جدا میکند، نه از مالش زکات میدهد، این عذابها برای آدمای مالدار است. اینا به خدا قسم والله که سخن قرآن و سخن حبیب خداست، اینا در روز قیامت پشیمان هستند، بسیار پشیمان میشوند، لیکن پشیمانی دیگر سود ندارد. حتی یک پشیمانیش در سوره منافقون گویم که تماشا کنین شما پاره 29 از قرآن. خداوند و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. مرحمت همین تفسیر آیت اگر کتاب‌هایمون کریلیکی داشته باشین تفسیرش را تماشا کنین که مفسرها میگن همین در باب زکات نازل شده است. الله میگه از مالی که برای شما دادم زکات او را جدا کنین. صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت چی میگوید؟ میگوید وقتی که آدمی که در دنیا زکات نداد حالتی گوییم که همون جان دادنش که نزدیک می شده است، بعد در همونجا زاره و تولا میکرد از پروردگارا اگر برای من مهلت دهی، قسم به بزرگیت یک روز برای من مهلت ده، اکم من الصالحین فاصدق و اکم من الصالحین، همه مال من در راه تو صرف میکنم، از مالم زکات میدهم، بنده بهترین تو میشوم. لیکن الله چی میگفته است؟ ولا یؤخر الله نفسا. پروردگار میگفته است نه، میگفت برای تو دیگر یک ساعت مهلت نیست. گفتند خدای تو میدانست که تو با این مال چی معامله میکنی. پروردگار از این با علم قدیم خودش میدانست که من تو را مالدار کنم، با این مال تو چی کار میکنی. الله این دانا بود. و این خاطر برادر عزیز پشیمانی ما در همین دنیا پشیمان شویم، در آخرت پشیمان نشویم که والله که هیچ سود و فایده ای ندارد. حضرت سعدی میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. دیگر این گنجینه هایی که داری میگوید، این گویم که پولهایی که چی در خانه و چی در بانک و چی در کجای پنهان کرده باشی، اینها را امروز پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشت دست، که فردا پشت دست میگزی، فردا پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. این است برای آن کسانی که
زکات میدهند و برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند. این از آن چیزی که الله گفت، این از آن چیزی که حبیب خدا گفتند. من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مسل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقوه یوم القیامه یأخذ بلحظمتیه و یقول انا مالک انا کنزک. حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید که وقتی انسان را پروردگار صاحب مال میگرداند و از این مالش زکات که نداد، مسل له شجاعا اقرع. حبیب خدا گفتن روز قیامت پروردگار یک مار افعی که موی سر ندارد، یطوقوه، در گردن این آدم مالدار می سپارد. همین مال سر چیزی که دارد همش الله به مار مبدل میگرداند و این مال در گردنش میگذارد. له زبیبتان، میگوید این مال بارای همون چشمهاش با چشم دارد و دو لب کلان دارد. ببین یأخذ بلحظمتیه، همین مار از لبهای میگوید همین آدم مالدار میقپیده است و نیش میزده است. چی میگفت؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، من هستم همون پولهای تو، من هستم همون طلا و تنگه تو که در دنیا جمع کردی و تو به کسی رحم نکردی، به کسی انصاف نکردی، در راه الله که صرف نکردی. انا همون مال تو من هستم. امروز بچش آن عذاب را که پروردگار برای تو آماده کرد. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم همه اینا سند دارد، همه اینا حق هستند. هیچ کدام این یگان افسانه و یگان سخن بیهوده نیست که من برای شما حکایت کرده باشم. آن چیزی که گفتم حقیقت دارند، آن چیزی که گفتم از قرآن بود، از احادیث های صحیح حبیب خدا بود که برای سمع شما رسانیدم. گفته همون آخر در محمد ثنای ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم یک نکتهش بس است. حالا که من 6 جمعه شد در اطراف زکات صحبت دارم، لیکن اگر در همینم که ما اصلاح نشدیم، در همینم که عبرت نگرفتیم، پس دیگر چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. بعد سلام، سلامتی شما را میخوام. من یک سوال دارم. داملا زنها آرد بیزان میکنن، از نگاه اسلام درست است یا نادرست؟ برادرای خیلی عزیز و گرامی، جوانای خیلی محترم، الحمدلله که من امروز افتخار دارم که همه شما جوانی با فهمین. امروز ما در عصر 21 زندگی داریم. امروز انکشاف علم است، امروز پیشرفت است. امروز الحمدلله که ما دیگر گویم آن دوره های 70 سال و 80 سال پیشی که دیگر با یک حکایه دروغ یا با یک افسانه دروغ ما و شما را فریفته میکنن، دیگر اون عصر نیست. این عصر عصری است که الحمدلله که تمام کتاب ها در نزد ما وجود دارند. دیگر گویم هیچ یگان چیزی نیست که در اطراف او ما از قرآن و از احادیث های رسول اکرم برنامه یافته نتوانیم. لیکن این آردبیزانی که میگویند، من که نمیدانم این آردبیزان به چی خاطر باشد، لیکن هر چی که باشد اینا همه باطل هستند. برادرای عزیز و گرامی، همون صحبت هایی که خیلی پیشینه‌ای که من به شما داشتم باز کمی برای شما یادرس می شوم که ما غمخوار همه شما هستیم. والله که ما غمخوار همه شما هستیم. ما را حدیث رسول اکرم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه بیقرار کرده است. ایمان تو کامل نیست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودت میدانی، آن چیزی را که برای خودت میفهمی، آن چیزی را که برای خودت دوست میداری به گوش مردم نرسانی، ایمان تو کامل نیست. گفتن حبیبی خدا. به این خاطر من دوست میدارم که پولهای شما در این راه صرف نشود. برادرای عزیز و گرامی، امروز کدام تو بیچاره در روسیه کار کردیسین،
کدام شما گویم در همین هوای سرد در دستی گویم در یگان خاندانی کار کرده ایستاده ایم، در یک حالتهای وزنین خوراکی خوب ندارین، پوشاکی خوب ندارین، برای شما چی در کار آرد بیزان و برای شما چی در کار فاتحه کردن و برای شما چی در کار 2 روز 3 روز مردم توی دادن و همینا چه حاجتن؟ چه حاجتن؟ بازم آن که این خراجات ها در شما در نزد خدا باز جواب بگوییم. این مالی که الله داده از حکومت $1000 میتد، از پسش 100 تا ریویزیار تفتیش دارد. این مالی که الله میتد هزارها ریویزیار از پس این مال نظارت دارد. نمیتانی پول از دست میگیرد، بیمار و قشاق ناتوان میگردی. از زمانی که حبیب خدا اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر دعا کردن، خدایا از گویم کفر، عملهای کفرانه امتهای مرا نجات ده، از فقر ما را نجات بده. پس وقتی که از فقر حبیب خدا دعا میکند که ما نجات یابیم، آیا این برای ما برکت نیست؟ این برای ما بهبودی نیست؟ من فقط خواهان او هستم که شما کم خراجات باشین، اسراف نکنین، زیرا الله اسرافکار را دوست نمی‌دارد. شما هر چی دارین در جان خودت صرف کن، در جان زن، در جان فرزندها صرف کن، برای بهبودی پیشرفت بچت و فرزند و جامعت صرف کن. در این راه‌های نادرست برادرای عزیز مالهاتون صرف نکنید، پولهاتون صرف نکنید. و خدا اگر چند سومی داشته باشی وقتی این معامله را میکنی الله را خوش نمی آید، همه مال تو را از دستت میگیرد. نگذارین نه آربیزان کنن و نگویم حتی ما را از نکاح سوال کرده بودن یاد داشته باشیم. ما گفتیم حتی همون نکاح را در روز توی کنین، خاصه برای نکاح روز جدا نکنین. به چی خاطر؟ به خاطری که خراجات کمتر شود. با همون آب نانی که در همون روز توی شما پخته کردین به همون گویم که همون معرکتون هم گذرانین. به چی خاطر؟ به خاطری که اسراف کم شود. در کوچه ها 100 ماشین و 200 ماشین هم امروز با همون بود پرستی که در آغاز صحبتم گفتم، با همون لفت و بازی و با همون نغمه هایی که در کوچه ها دارین. جوانان عزیز بسیار شما را من میشناسم، در همون ماشین ها شما سوار هستید، با پیش همین مسجد گذشته راه ها را محکم میکنید. آیا از خدا نمی ترسید؟ اینقدر ماشین بسیار چی در کار؟ آیا همین خراجات نیست؟ همین اسراف نیست؟ برای هر کدام او 3 لیتر یا 4 لیتر بنزین باید جدا کردن در کار. نکنیم برادرای عزیز، این خراجات های بی معنی را نکنیم. در اسلام ما خیر احسان وجود دارد فقط برای شخصی که شرایط داشته باشد، برای شخصی که دسترس باشد. برای آدم کمبغل و بیچاره و ناتوان هیچ وقت اسلام خیر احسان گردن ما بار نکردن. همین روز گردن مانده، همین سال و چیل و پنجشنبگی و دیگر همین گوییم که خیر احسان های بیهوده را بار کردن، همینش بس نیست. باز ایناش خود ما بالای خود ما زم میکنیم، فردا باز جوانا بچه های ما تولد میشوند، باز اونا چی میگویند؟ اونا چی کار کنند؟ السلام علیکم. شما در یک جمعه بیماری حضرت ایوب را نقل کرده که در بیماری بدن او را کرمان خوردند. ایشان نورالدین جان میگوید که بدن پیغمبران را کرم نمیخورد. جواب صحیح برای من گردانید. برادر عزیز، من حضرت ایوب حکایه کردم لیکن برای شما نگفتم. من چیزی گویم یادم میستد. من نگفتم که بدن او را کرما خوردم، بلکه بعضی روایت هاست. اگرچه این در قرآن صراحتا آیت وجود ندارد که حضرت ایوب بدنش کرم خورده باشد، بلکه این روایت است. روایت ها وجود دارند که بدن حضرت ایوب کرم زد. این روایت است. من این روایت فقط برای گویم همون یک شیرینی صحبت و برای گویم یک لذت بردن از این عبرت گرفتن من برای شما حکایه کرده بودم. برای همین بدن حضرت ایوب کرم نزد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای حاجی. بابای حاجی، من 3 سوال دارم. برداشتن انگشت سبابه در مذهب امام اعظم
آمدگی هست، زیرا که به من یک حاجی گفت که برداشتن انگشت سبابه منسوخ شدگی و من با او گفتم که این خیل نگوید که گناهگار می. این آیت قرآن نیست که منسوخ شود. بیچاره حاجی شیری ملا بشه. بعد ولی همه حاجی ها می روند بیچاره یک 20 و 25 حج میکنن، میان خیالشون که همه علم همیا میدانن. ای بیچاره می روند یا حج میکنن، طواف خانه کعبه میگردن، میآیند هیچی نه دیگر، یا رکن اسلام اجرا میکنن. حاجی چیکار داره با انگشت سبابه برداشتن نبرداشتنش؟ علم نداری، فهمیش نداری، چیکار داری به مسئله اسلامی میچسبی؟ همون حاجی که گفته است اون خیزت گوید که خیلی فلان مرحمت نادرست است، ما تصدیقش کنیم. زمانی که ما این روایت ها را چی در مذهب امام ابو حنیفه، بله خود حضرت امام ابو حنیفه انگشتان می برداشتند و ما از مذهب بیرون صحبت نداریم، ما خودمان آدم مذهبی هستیم. از این خاطر مرحمت تو اگر بسیار اینقدر عالم باشی، همین عمدة الرعایه شرح الوقایه است. خدا رحمت و مغفرتش کند. حضرت گفتند که حتی سرزنش کردن در همین حواشی عمدة الرعایه. عمدة الرعایه کتاب مذهبی است، شرح الوقایه است که او را ما تعلیم گرفتیم. حتی وای سرزنش کرد صاحب فقه کیدانی را که صاحب فقه کیدانی شرم ناکرده باز در تنبورش نواخته است که این برداشتنش حرام است. خود صاحب عمدة الرعایه خدا رحمت کند در مذهب امام ابو حنیفه آدم مشهور علی قاری است که او را ثقه در حدیث میگویند. او حضرت میگوید که اگر حدیث وظنوا بالمؤمنین خیرا نمیشد، هر آینه صاحب فقه کیدانی را حکم به کفر میدادم. این سخن علی قاری است که اگر حدیث وظنوا بالمؤمنین خیرا، حبیب خدا چی گفتن؟ به تمام مؤمن ها گمانی نیک داشته باشین. من همچو برادر صاحب فقه کیدانی را مؤمن میشمارم، گمانی نیک دارم. این حدیث حبیب خدا نگذاشت و الا من را حکم به کفر میدادم. حلال کرده خدا را، حلال کرده اسلام را حرام گفته است. و این خاطر برادر عزیز و گرامی، هر کی میبردارد بردارد، هر کی نمی بردارد می برداشتگی ها را باید سرزنش نکنید. شما گناهگار بشوید. وقتی را سرزنش کردی همچنان است که عمل حبیب خدا را تو سرزنش داری، کرده پیغمبر را مسخره داری، تو گناهگار نمیشوی. حبیب خدا این محبوب الله است. اطاعت رسول اطاعت خداست. من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصى الله. حبیب خدا میگه کسی مرا اطاعت میکند اطاعت الله است. کسی در نزد من گناهگار شید در نزد الله وی گناهگار است. این سخن حدیث است از حبیب خدا روایت. و این خاطر برادرای عزیز و گرامی باز از شما خواهش میکنم علم ندارین در اطراف این مسئله ها هیچ بحث مناظره نکنین، یکدیگرتون من و یکدیگرتون سرزنش نکنین. بگذار شما از ما پرسان کنین. اگر مبادایی که از ما یگان جواب گرفتین که گوییم که علیه وی باشد وی نادرست برآمد کرده باشد، این حالت در بعد شما همونم به سرزنش نه، همونم به دشنام نه، همونم با رفتی درست گوید که فلانی هم تا گفته از نام ما گپ زنید. لیکن خودتون بین یک دیگر بحث نکنید برادران. خب دیروز من فقه الاسلام و ادلته را همین باب خواندم. کتاب زحیلی هست، 4 مذهب صحبت میکنه که خود حضرت امام ابو حنیفه دست انگشتشان می برداشتند در خود کتاب فقه الاسلام و ادلته. بابای حاجی دویم سوال به من میگویند که پیغمبر خدا، بابای حاجی به من گوید که پیغمبر خدا موی سرش چگونه بود؟ ای موی سر پیغمبر خدا دراز بود و حبیب خدا رم موی سرشون تراشیدگی هم بود. و این خاطر موی سر داشتن یا موی سر نداشتن اینم گناهی نیست. یعنی موی سر فقط حبیب خدا من کان له شعر فلیکرمه، کسی صاحب موی سر است اکرامش کند، تازه نگهش دار.
همین موی سر داریم، بچهای عزیز گویم بچه‌ها همه موی سر دوست می‌دارن. بعد ما که کلان شدیم دیگر اگه خودمون که موی سر بد می‌بینیم، بعد جوانا را چیکار می‌کنیم؟ سرزنش می‌کنیم موی سر نمان. چرا نماند آخه؟ داری دلیل نماند. برای همین حبیب خدا فرمایش می‌دهد موی سر داری، موی سر تا تازه نگه دار. جایز است برای تو موی سر ماندن. لیکن کسی می تراشد تراشیدن بگیرد، کسی می ماند گذاشتن بگیرد. فقط با ترتیب بیاره، فقط با ترتیب. امروز در گویم که همین زمان ما و شما، در اطراف ما و شما همون موی های درازی که میگذارن همون به چشم مردم خوب نمی آید، در چشم مردم خوب نیست. مردم همه وقت موی سری دراز سرزنش میکنن. از این خاطر همین موی های پستی که جوانا میمانند با همین ترتیب گذاریم و تازه نگهش داریم، همینش کفایت است. بابای حاجی در وقت نماز خواندن بروک از بجولک پایان باشد ثواب میگیری یا اینکه نی؟ اگرچند در حدیث های صحیح پیغمبر حدیث های خواندیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بروک از بجولک پایان نمازش قبول نگفتند، حتی گفتند این عمل متکبر هاست، خداوند متکبر دوست نمی دارد. کسی که اگر از بجولک پاش بروکش پایان باشد. لیکن در شرح حدیث خواندم که شارح های حدیث خدا رحمتشون کند میگوید اگر از حساب کبر باشد گناهگار میشوید، از حساب کبر نباشد گناهگار نمیشوید. امروز گویم همون فابریکه هایی که برای ما و شما این بروک ها را دوختن، همین طرزی که میپوشیم از کبر خالی باشد گناهگار نیستیم، لیکن کبر کنیم گناهگار میشویم. لیکن برای احتیاطاً اگر همون لوهای بروک قطع کنیم از بجولک پایان کنیم، این با بهتر، اینش با بهتر است. او زمانای بود دوره های شوروی در یاد داشته باشین، همون بروکای کلیوش میگفتن، کتا آدما افتخار میکن به همونا، افتخار معنی که تکبری میکردن. انا اگر همون قطعی ما و شما تکبری کنیم که پاچه بروک ما در زمین شکیده رفته ایستاده است، یا عرب ها اصلا همون کرتای درازشون هم ازار میگن. اگر همون کرتاهای درازی که شما دیده باشین، حتی همون زنهای پادشاه ها و دخترهای پادشاه ها که کشیده به زمین می بردن، اگر انا همون گونه ما لباس ها را برای خود اختیار کنیم و با همونها تکبری کنیم، این دما و شما گناهگار می شویم. لیکن این طرزی که الحال ما می پوشیم، اینا که از کبر خالیان گناهگار نمی شویم. برادر عزیز، السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه مؤمن آباد خواهش میکنیم که با سوال ما جواب پورا گردانید. خری که میفروشی از پول وی مواد خوراکه خریدن جایز است یا نه؟ جایز است برادر عزیز. خر میفروشی، اسب میفروشی، گاو میفروشی، چیزی میفروشی، بعد او پولی او را گرفته و مثال مواد خوراکه خریدنم، اینم جایز است و اینم درست است. در اینجا یک برادر ما یک مسئله را گفتن، خیر انشاءالله جمعه آینده همینجا گوش کرده ایستادن، جمعه آینده انشاءالله من سوال اونها را جواب میگردم، برای وقتم خیلی کم است. سلام اکی داملا محترم اکی حاجی مرزا، نبیره من سلامتیش ناتاب شده است، در حقش دعای نیک کنید که خوشحال گردد. خدای مهربان سلامتیش برقرار بگردانی و حال این نبیره را خدای مهربان خوش بگردانی. آمین و رب العالمین.